سلام، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم که آکواریوم سیروس رو تمیز کنیم. سیروس ها به خورده حال نداره، جاشو میگه باید تمیز کنیم. نوبت سیفون کردن سیروسه و اینجا ما یه چانوسیاتیکا داریم، یه خورده خجالتیه، یه خورده قلقی میکنه. اینه رو نشون بهش بدم، اینه رو ببینه یه خورده میاد جلو، از هر چی بگذره از قلم روی خودش نمیگذره، سریع هم ترسوه بیرون پشت. بعد اینجا هم یه استوارتی داریم، استوارتی خیلی چغر، نترس نکنید، 3 بنده ولی از اون پرمیتره. یه جلو یه دوربین رو بیشتر دوست داره، خاک توسته. خب امروز اومدیم که معرفی کنیم در رابطه با چانور سوارتی و این آقا خجالتی آسیاتیکا. بچه این چانه ها اصلا جریان آب زیاد و دوست ندارن، ترجیحاً هم باید تو بهشون برگی کاتاها بذارید یا بذارید که یه پناهگاهی داشته باشه. بالاخره بعضی موقع یه جای دنجی یه گوشه گرم میکنن، اینا رو واسه خودشون قلمرو میکنن. این پایینم دیروز یه قلقلکی تمیز کردیم آکواریوم رو، فیلمشو نتونستم براتون بگیرم، حالا انشالله سریای بعدی فیلمشو میگیرم. اینجا میخورده جا مونده. آره ترجیحاً واسه یه آکواریومای پلنت از بک‌گراندای سیاه یا سفید استفاده کنید. به نظر من سلیقه‌ایه، به نظر من خیلی باحاله، خودم اینو میپسندم. اینی کل آکواریومای من بک‌گرانداش سیاه، چون یه خورده پوستر سیاه باعث میشه که با آکواریوم عمق بده. بعد پترنای ماهی ها مثل این رسمونی رنگین کمان، این بک‌گراند قبلی این حالا براتون میذارم. بک‌گراند قبلی این آکواریوم آبی بود، الان که مشکی گذاشتم نگاه کنید چقدر این پترنا و الگوهای ماهی قشنگ‌تر دیده میشه. رنگ خیلی تاثیر داره، رنگ بک‌گراند خیلی تاثیر داره. بعد برای چانه ها هم بسترهای نرم استفاده کنید، چون چانه ماهی اگریسیوه، یعنی پرخاشگره، باید بسترش نرم باشه، چون بعضی موقع سمت آکواریوم میاد یه خورده رفلکس نشون میده نسبت به کسی که نزدیک آکواریومش میشه. یه خورده خیلی ماهی خیلی باهوشیه ولی خیلی هم به شدت اگریسیو طلبه. و میبینید که نوری خیلی مخصوصی هم استفاده نکردم، بعدش یه دونه این لامپای LED کم مصرف استفاده کردم، 2 تا هم گیاه بامبو گذاشتم. ازم به حضورتون که یخچال رو نشون بدم بهتون ببینید. اینجایی که میبینید کلن واسه ماهیه، یعنی تمامی کودها از کودهای میشو دیگه ارزم به حضورتون مولتی و پوتاسیوم و ارزم به حضورتون کود CO2 که من اصلا از این کود CO2 اسپارک خوشم نیامد، راضی نبودم. ارزم به حضورتون نیتروژن، یه متیلن گروه که داروه،
برگ کاتاپا. بعد بچه حالا بعضی موقع‌ها که دسترسی نداشتید به مثلا کودای آکواریومی، من خودم 2 ماه یه بار از گل فروشی ها یه کودی میگیره اسمش کود هورمونه، کود جیبرلین. کود هورمون جیبرلین برای گیاهایی که مثلا برگای تازه در میارن، برگ قدیمیاشون میریزه یا زرد میشه، خراب میشه. 2 ماه یه دفعه این کار رو میکنم من. بعد همین دیگه، بریم که آکواریوم رو سیفون کنیم. آخرش هم بهتون میگم که چیکار کردم واسه سیفون کردن آکواریوم، به تجربه شما هم بالاتر بود. امیدوارم که کمکتون کرده باشه راهنمایی. یه 8 متر شیلنگ گرفتم، بعد یه تبدیلم گرفتم که به شیل دوش حموم میخوره. من حموم نزدیک اتاقه، اینجوری کردم که هم واسه پر کردن آکواریومو بتونم استفاده کنم از این شیلنگ، هم به خاطر سیفون کردن دیگه راحت باشم دیگه. اینجوری یه سرشو میذاری توی حموم، آب میره دیگه، کثیف کاری هم زیاد نداره. بعد راحت تو وقتی که توی این شیلنگ آب هست میتونی میتونی این شیلنگ رو اینجوری تا کنی، آب این تو بمونه. بعد حالا بکنی توی آکواریوم دیگه بوار کنی که قشنگ میتونی همه رو با یه دونه شیلنگ راحت استفاده کنی برای سیفون کردنش. خب برم نشونتون بدم. خب شیلنگ رو باز میکنی، میندازیم داخل. اینجا فیلم برداری استفاده کنیم. فیلم برداری اینو یه دقیقه نگه میداری، دست شما درد نکنه. فقط باید سر اون شیلنگ رو یه خورده میچ بزنی تا آب بیاد توی شیلنگ. نیا کنید چه مکشی داره. قشنگ اینا رو یه تکون میدی. روزیدم یه لجنخوار بزرگ داریم، از دست سیروس میره این زیر قایم میشه که یه وقت تمسا گازش نزنه. آسته میره آسته میاد، تمسا گازش نزنه. قشنگ کف بستر رو اینجوری تکون میدی، میبینی چقدر آلودگی هست. قشنگ میاد اینا رو سیفون میکنید. این کارو بکنید نیترات آب آکواریومتون هم میاد پایین، ماهیتون هم همیشه سر حاله. جلوگیری میشه از مریضی، از این کرمای ریز که توی آب هستش. خاطر اینکه غذا زیاد بمونه این کرما زیاد میشن. راه حلش هم سیفونای مرتب و منظم، یه خورده هم نمک تو آبشون بریزی که کمتر بشن، چه بسا که نابود شن کلا. ولی بودنشون هم آسیبی نمیرسونه. میتونه ماهی هم بخوره. حالا ماهی سایز بزرگ مثل سیروس به گلوش هم نمیرسه اونا رو بخوره، ولی مثل ماهی لوچ دلغک و شارکا و تترا میخورن. اینجور چیزا رو دوست دارم. ببینید شیلنگ رو اینجوری خم میکنیم.
تو آبم بیرون نرد بیایش. همینجوری که خم کردی میاد سریع بکنیش تو بچه شانه اگه نگهداری میکنید حتما درشو خوب ببندید. من خودم 3 تا چانا از دست دادم. چون چانا مخصوصا روزای ابتدایی که میخرینش خیلی میپره، اگه در نداشته باشه همون روز اول بلاقوالا میپریبنده. میبینی قشنگ هر روی برگو نگاه کن، قشنگ میکش کن، برگو میکش. خب آکواریوم این خوشگله هم سیفون کردیم. شاید بگه که آب که تغییری نکرده. خب من معمولا بچه هفته به هفته اصولش اینه که هفته 1 بار آکواریوم رو تمیز کنید. باعث میشه که ماهی‌ها همیشه سالم و سلامت باشن. شنیدید که میگم پیشگیری بهتر از درمانه. ما پیشگیری میکنیم که دیگه به درمان نرسه. همیشه آب باید اینجوری کریستال تر و تمیز باشه. این هم این آکواریوم آسیاتیکا. اصلا دوربین میبینه سریع باید به دالی بکنه. خودشیفته. اینم سیروس. سلام کن بچه ها، یه بوس کن بچه ها رو. بله اینم بوس تقدیم به شمایی که سابسکرایب میکنید. بچه‌م چقدر مهربونه. لایک فراموش نشه.